خوش اومدی. سلام. فکر کنم جلسه قبلم گفتی خواب راحت نداری. همش از همین شروع میشه دقیقاً. خوابای چی میبینی؟ نمیدونم، پریشونن. کیا تو خوابتن؟ نمیدونم. خاطرات کیه؟ نمیدونم. همه رو باید برام شرح بدی تا بتونم کمکت کنم. نمیتونم اینجوری بگم. اینجا اومدی راحت باش، همه چیزو برام توضیح بده، بدون پرده، بدون خجالت. من هر چیزی که از خواب میپرم و میبینم و مینویسم. اشکال نداره نوشته همو بخونم؟ آره، هیچ ایرادی نداره. اگه همه چیزو نوشتی میتونی رو نوشته برام بخونی تا منم بتونم کمکت کنم. ممنونم. پس از اولین خوابم شروع میکنم میخونم براتون. من جوان بودم که مردم، دیگه راهی